خب زن در ماه رمضان حیض بیند بعدا نماز تراویح با او قرض میشود یا نه؟ یعنی زنی که اگر به شرطی که در رمضان مبتلای بیماری حیض می شود، این گونه زنها انا فقط روزه شون قضا می دارند. حتی نمازهای نه تنها تراویح، همون نمازهای 5 وقت هم در گردنشون قضا داشتنش نیست دیگر. یعنی اونهاش الله مهربان مغفرت میکنه. سلام علیکم برادران. ویتامین اومگا برای کودکای ای 4 تا 10 ساله برای قد درست کردن. بهاد ویتامین خوبه تجربه کردن شوکی آدم خچ میرسونه. همچنین چودا مس و آدمایی که میپرسیدن برای گلو بهاد یاردم خوب بکنه، برای راه نفس آدمایی که بلغم دارن بهاد یاردمش خوبه. مرحمت برادران، ماه شریف رمضان آمد اومد شای به اسکیتر خوب بریم کنه در کار روشن زنگ زنی زکات میروان میکنیم. مرحمت برادران. این بود. از من باز یک چند سوال دیگر در پیش دارم. این سوال هاشم یک بار برای شما خانم. سوال دادن که در چشم دارو چکاندن، اگر در چشم دارو بچکانین روزتون نمیشکنه. فقط چکاندن دارو را از بینی یا از طریق دهان انامین ها را یا از قسمی پس، مقصد اگر داروی را که داخل میکنین انامون ها را مقصد مقعد میگیم. انا از همین راه ها اگر دارو را داخل نکنین انشاءالله از طریق چشم دارو چکاندن یگان زیان بر روزهاتون نداره. سرمه کردن هم همچنان گفته است در رمضان اگر ما اسمه کنیم سرمه کنیم، سرمه هم کردین، یعنی حتی آنقدر سرمه را میگه زیادی کرده که سیاهیش حتی در همه حلق هم که بیاید روزت نمیشکنه. یعنی سرمه کردن، اسمه کردن، انا خوشبویی کردن و اینها روزه را نمیشکند. یا آدمایی که میسواک میکنن، مثلا میسواک چوبه ها هسته شما دنداناتون را دویم تازه میکنین، همون هم انشاءالله بر روزتون اگرچه آبم پیدا کنه آبشان فرو هم که بری همچه آبی دهنه وای مثال روزای شما را نمیشکنه. لیکن یک چیز فراموش نکنید که پیامبر ما گفتن لخلوف فم صائم اطیب عند الله من ریح المسک. همون دهن روزدار وقتی بوی میکند الله مهربان گفته است به طرف من محبوب تر است ای بوی مشک دیده. برای همین بعضی از صاحبای مذهبم دهان مقصد مسواک کردن یا با زبنای پس شستن مکروه دانستن. گفتن اما بوی دهن از مقصد دهان روزدار دور کردن در کار نیست، برای که الله همو بوی دهن روزدار را دوست می‌دارد. لیکن در مسئله آمده است من برای شما گویم که مسواک زدن هم یعنی روزهاتون را نمیشکنه. همچنان آبازی هم اگر شما آبازی هم کردین، اگر در مثال بگیم که بسین ها دا یا در دریاها هم که آبازی کردین، حرکت کنید که همین آب از طریق بینی ای گوش ای دهن ای همین آب ندرایه، آبازی کردنش یگان زیان به ضرری روزه شما نداره. گفتن که بابای حاجی میگن که در رمضان تخم خوردن، مرغ خوردن اینها همه یک گپای زیادتی هست. کسی که تخم میخورد، مرغ میخورد، چیزی میخورد همش اجازت هست. فقط برادرای عزیز در خوردن ماه رمضان احتیاط کنین، چیزهای سخت نخورین، چیزهای خنک نخورین، زیرا که آدم روزدار معده هاتون مقصد بسیار خالی است و در حال مقصد اگر یگان خنکی را استعمال کردین امکان دارد که درو شما را بیمار کند. بعد از این ماه مبارک دیگه بعد میمانین، دیگه دنبال طبابتون میشین. اوکال کردن هم روزه را نمیشکنه. فقط همون اوکالی را که گلوکوز میگیم که قوت میبخشه ایوه نمیکنن، از همونش احتیاط کنین. دیگر اوکال هایی را که در موشک میکنن مقصد بینین اینهاش هیچ زیانی نداره. هر یک اوکالی که مثال دیمیدرال است او پاپاورین است او مثال چیزی که باشد برای تبع یا برای مقصد چیزی نباشد
شما وقتی که اوکال میکنین، خب برای دندان هاتون اوکال میکنین یا میرین دندانتون کندن دا اوکال میکنین، دندان میکنین، اینها بر روزه شما یگان زیان و ضرر ندارد. فقط خوردن تابلت که البته روزه را میشکنه، از اینش احتیاط کنید. خب اینجا دا گفتن تراویح را زنکا هم میخونن، بله زنکا هم میخونن. هیجامه کردن هم درست است. اینجا گفته از هیجامه کنیم درست است، یعنی خون گرفتن در ماه رمضان هم اگر ما مثال بگیریم هم این هم مقصد درست است، یگان باکی ندارد. خب گفته از قرآن اگر معناش نفهمی و بخوانی درسته، البته درسته. قرآن شما معناش میفهمین نمیفهمین حتما بخونینش. خب خب اینجا سوال دیگه میگن که از دزدی که خانه را میدزدد، دزدی که مسجد میدزدد بدتر است. علخصوص در مسجد ما همین مسئله وجود دارد. البته برادرای عزیز، وقتی ای مسجد کسی میدزدد، ای دزد خانگی دم بدتره، ای همه دزدا دا بدتره. اگر دزد خانگی حق یک خانه را بدزده، دزد مسجد تمام مثال حق هزارها آدمی که با یک اخلاص برده در امو مقصد مسجد پول میتد که برای یک آبادی و پیشرفت مسجد او را مقصد امو ملا های یا معاون شای یا مقصد در اونجا خدمتگارا شای، کسی که اگر از امون مال مقصد میدزدد، این بدترین دزده، این بدترین دزده. باور کنین همین خیلی آدم در ایمان داشتنش، در مسلمان بودنش شبه است که وقتی که آدم مال مسجد میدزده، وقتی که ای مسجد مقصد شما اهمیت نمیتین یا پروا نمیکنین. ما هم زمانای خطیبی خودمون اگر پیش بیاریم، ما هم یک زمانای مسجد دا بودیم، ما هم صندوقا داشتیم، لیکن هر یک روز جمعه نماز که تمام میشد ما 4 تا نماینده داشتیم. علخصوص من خودم شرکت نمیکردم، کلید همو قلفا همه در دست همو 4 تا نماینده بود، یک نماینده دا بود و مقصد کلید هم میگرفتن. روز جمعه همونها را مقصد صندوقها را میکشودن، همون 4 نفر حساب میکردن چند قدر درآمد شد، در کجا صرف میکردن. ما فقط در بالای ورق می اومدیم میدیدیم که اینمی قدر درآمد شد، نه قدر پولش در کجا صرف شد، یعنی با پول نزدیک نمیشیدیم. چند بار ما را پیشکش کردن که همین پولها را مقصد خودت بگیر، بر در خانه بمان، بعد کی در کاشی صرف میکنین. ما که باور نداشتیم از خودمان، این پول برادر عزیز وقتی که شیرینی میکنه، وقتی که مثال توفیقت کمی میکنه، وقتی که چند قدر حریصی با مال میشه، خواهی نخواهی ایسر یگان پولکش میگیری، دیگر دنیا و آخرت سوختگی ای. برای همین برادر عزیز کسی گفته است، درست گفته است، نه تنها ای دزد یک خانه، ای تمام همین دزدای روی عالم ده، دزد مسجد گناهش وزبین تره که ای خانه بندن، ای خانه خدا میدزده یادم. خب انا این بود برادران عزیز و گرامی، چندین مسئله و مسائلی که من دایر به این ماه مبارک بود برای شما خوانده گذاشتم. از خدای بسیار مهربان دعاگو هستم که الله مهربان توفیق منتید که ما از این ماه مبارک روزه بگیریم و الله را دعا کنیم که در این ماه مبارک بازم توفیقامون زیاد کند و از بسیاری خصلت‌ها و رفتارهای زشتی که هست
аллоҳи меҳрубона дуо кунем ки тавфиқ монтиҳад ва аз ин корҳо ва гапҳомон рӯй бигардонем. боз ҳам ба ҳамаи шумо ин моҳи муборак табрик ва аллоҳи меҳрубон ҳамаи шуморо дар паноҳи раҳмат ва исматаш нигаҳбон бошад. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.